سلام دوستان، با دوره کامل 0 تا 100 انگلیسی در یک ماه با وکبستان در خدمتتون هستم. گفتیم که در زبان انگلیسی هر کلمه یک نوع یا parts of speech داره. 12 نوع کلمه در زبان انگلیسی وجود داره که توی این جلسه قراره با دترمینرها آشنا بشید. این که من چه حرف یا کلمه تعریفی رو قبل از چه اسمها یا نون هایی میتونم به کار ببرم. یک کلمه از جنس اسم مثل کیف در نظر بگیرید. کیف به انگلیسی میشه بگ. من در زبان فارسی میتونم کلمه کیف رو تک و تنها خشک و خالی به کار ببرم. میتونم بگم من کیف دوست دارم. کیف وسیله خوبیه. اما در زبان انگلیسی اینطوری نیست. من هر موقع میخوام یک کلمه از جنس نون از جنس اسم استفاده کنم باید به این فکر کنم که قبلش چه دترمینری باید قرار بدم. انواع خیلی مختلفی از دترمینرها وجود دارن که من میتونم قبل از هر اسمی که دارم به کار ببرم که جلوتر با اینها آشنا میشید. در جلسات قبل گفتیم که بین دترمینر و اسمی که دارم میتونم قید، صفت و بعد از اون پست مادیفایر هم به کار ببرم و به اون اسمی که دارم شاخ و برگ بدم، توضیحات اضافه تر بدم. مثلا به جای اینکه بگم کیف، بگم کیف بسیار زیبا در فروشگاه، که اینها رو در جلسات بعدی قراره بیشتر راجع بهش یاد بگیرید. موضوع این جلسه ما دترمینرها هستن که گذاشتنشون اجباریه. همونطور که گفتم انواع خیلی زیادی از دترمینرها وجود دارن. نکته‌ای که باید بدونید اینه که قبل از هر اسم فقط یه دونه دترمینر میتونم بگذارم. پس قبل از هر اسم من فقط از یکی از اون خونه های جدول میتونم استفاده کنم و اگر مثلا اومدم دترمینرم رو ا گذاشتم دیگه نمیتونم this بذارم، دیگه نمیتونم each بذارم، دیگه نمیتونم all بذارم. و اینکه حالا چه دترمینری رو قبل از اسمم باید بذارم بستگی به ویژگی های این اسم داره. اینکه اسمی که من دارم خاصه یا عامه. گفتیم تمامی اسامی به دو بخش proper nouns و common nouns تقسیم میشن. اسم خاص به چیزی برمیگرده که تک یگانه است توی دنیا، مثل ایران، کانادا، زمین، خورشید. اسم آدما، کوروش، داریوش، اینا همشون اسمهای خاص هستن چون به یه چیز مشخص برمیگردن. هر اسمی که خاص نباشه اسم عامه. اسمهای عام به 3 بخش قابل شمارش، غیر قابل شمارش و همیشه جمع تقسیم بندی میشن. اسمهای قابل شمارش رو گفتیم میتونیم بشماریم. روش‌های مختلف، قوانین مختلفی برای جمع بستن اسامی قابل شمارش داشتیم که در جلسات قبل توضیح دادیم. نیازی نیست برای این جلسه اینا رو بدونید از قبل، ولی بهتون پیشنهاد میدم که حتما بعد از این ویدیو اگر جلسه قبل رو ندیدین ویدیو جلسه قبل رو هم ببینید که این نکات رو هم یاد بگیرید. uncountable میشه غیر قابل شمارش. اسامی هستن که من نمیتونم بشمارمشون، مثل آب، و plural tandem که میشه اسمهایی که فرم مفرد ندارن، همیشه جمع هستن، مثل پلیس، مثل قیچی، شلوار، پوشاک، کلماتی که فرم مفرد ندارن و همیشه جمع هستن. پس برای انتخاب دترمینر من میام نگاه میکنم ببینم اسمی که دارم عامه یا خاصه، مفرده، جمعه یا غیر قابل شمارشه. و مهمتر از همه به کانتکست اون اسم باید توجه کنم که اینکه کانتکست چی هست رو جلوتر براتون توضیح میدم. موضوع اصلی این جلسه آشنایی با آرتیکل ها یا همون ا، ان و د هست که نوع خاصی از دترمینرها هستن. گفتیم که ما برای انتخاب دترمینر علاوه بر عام و خاص بودن و مفرد و جمع و غیر قابل شمارش بودن باید به کانتکست اون اسم هم توجه کنیم. هر اسم رو من میتونم در 3 تا کانتکست شناس، ناشناس و اسم جنس یا جنریک به کار ببرم که متاسفانه اکثر زبان آموزها فقط 2 تا مورد اول رو یاد میگیرن در صورتی که اینا 3 تا هستن. خب حالا اول ببینیم کانتکست یعنی چی. کانتکست یعنی اون ماجرایی که در حال اتفاق افتادنه و اطلاعاتی که شما و مخاطبت راجع به چیزی که دارید صحبت میکنید یا میشنوید دارید. وقتی که شما توی دنیای واقعی دارید صحبت میکنید یک داستانی در حال اتفاق افتادنه، یک سری اطلاعات خودت داری، یک سری اطلاعات مخاطبت داره و به مجموع اینها میگن کانتکست. حالا وقتی من دارم صحبت میکنم، وقتی میخوام کلمات از جنس اسم
از جنس نون به کار ببرم، باید ببینم که کانتکستی که توش قرار دارم شناسه، ناشناسه یا جنریک هست. کانتکست شناس وقتی هست که هم من و هم مخاطبم دقیقاً میدونیم که داریم راجع به کدوم فرد یا افراد، شی یا اشیا صحبت میکنیم. از روی همین تعریف میتونید تشخیص بدید که 99% مواقع اسمهای خاص در کانتکست شناس به کار میرن. چرا؟ چون اسم خاص داره به یه چیز تک و یگانه برمیگرده. شما وقتی میگید ایران، خب از ایران یه دونه وجود داره، پس هم برای تو شناسه هم برای مخاطبت. وقتی میگی زمین، خورشید، رشته کوههای هیمالیا، اینا همشون مشخصه و کانتکستشون شناسه. هرچند من اسمهای خاص رو در کانتکست ناشناس هم میتونم به کار ببرم که مثالش رو جلوتر میزنیم. برای شروع توضیح آرتیکل ها من اومدم اسمهای عام قابل شمارش رو براتون مثال زدم، بعدش به اسمهای عام غیر قابل شمارش و اسمهای خاص هم میرسیم. اسم عام قابل شمارش اگر کانتکستش شناس باشه، چه مفرد باشه چه جمع باشه، آرتیکل د رو میگیره. The apple is rotten. سیب رسیده. دارم راجع به یک سیب مشخصی صحبت میکنم که هم من و هم مخاطبم میدونیم کدوم سیبه. The apples are rotten. سیب ها رسیدن. از این حرف د که قبل از apples به کار رفته میتونم متوجه بشم که هم گوینده و هم شنونده دقیقاً میدونن که دارن راجع به کدوم سیب ها صحبت میکنن. کانتکست ناشناس وقتی هست که یا من یا مخاطبم و یا هر دومون دقیقاً نمیدونیم که داریم راجع به کدوم فرد یا کدوم شی صحبت میکنیم، فقط نوعش رو میدونیم. در کانتکست ناشناس اسامی عام مفرد ا یا ان میگیرن و اسامی عام قابل شمارش جمع هیچ آرتیکلی قبلشون به کار نمیره. میتونم از دترمینرهای دیگه مثلا سام استفاده کنم، اما اگر بخوام آرتیکل به کار ببرم که میشه همون ا، ان یا د، اگر اسمم عام باشه، قابل شمارش باشه، جمع باشه و کانتکستم ناشناس باشه، هیچ آرتیکلی قبلش نمیذارم. An apple is on the ground. یه دونه سیب روی زمین هست. یه دونه سیب روی زمین هست. خب قطعا من دیدم که دارم میگم اون سیب روی زمینه دیگه، ولی احتمالاً مخاطبم ندیدتش. به خاطر همین دارم کانتکست ناشناس به کار میبرم. حالا کی ا میذارم، کی ان میذارم. اگر اسمی که من دارم صدای اولش یکی از صداهای ا، ای، او، آ، او، ای باشه، اون موقع باید ان بذارم. الان دارم میگم اپل. اسمی که من دارم با صدای ا داره شروع میشه، پس باید قبلش ان بذارم. ولی مثلا اگر بود بد یعنی تخت خواب، اون موقع میگفتم چی؟ میگفتم بد، چون بد با صدای ب داره شروع میشه. Give me apples یعنی سیب ها رو به من بده. این سیب ها برای من شناس نیست، یعنی به سیب های خاصی اشاره ندارم. دارم به مخاطبم میگم چند تا دونه بیشتر از یه دونه سیب به من بده. حالا هر سیبی که بود فرقی نمیکنه، سیبی که رو زمینه، سیبی که توی یخچاله، سیبی که توی سینک، فرقی نداره، چند تا دونه سیب به من بده. کانتکست جنریک وقتی هست که من دارم راجع به همه اون نوع فرد یا شی توی دنیا صحبت میکنم. یعنی مثلا میخوام بگم سیب خوشمزه است. سیب منظور من هر سیبی توی دنیا هست، همه سیب‌های دنیا هست. به یک سیب خاصی اشاره ندارم، دارم راجع به همه سیب‌های دنیا صحبت میکنم. اون موقع اگر بخوام اسم عام قابل شمارش مفرد به کار ببرم، آرتیکل د میذارم براش. The apple is delicious یعنی سیب خوشمزه است. ببینید مثل کانتکست شناس داره به کار میره. برای اسم عام قابل شمارش جمع ولی هیچ آرتیکلی نمیذارم، توی کانتکست جنریک مثل ناشناس به کار میره. Apples are delicious. سیب ها خوشمزن. سیب خوشمزه است. سیب ها خوشمزه هستند. این شد یک خلاصه ای از اسامی عام قابل شمارش در کانتکست های مختلف. میریم سراغ اسم های عام غیر قابل شمارش.
اسم عام غیر قابل شمارش دیگه اسمش روشه دیگه، غیر قابل شمارشه، حالت جمع نداره. من فقط توی یک حالت بعد بیام بررسی کنم که برای کانتکست های مختلف چه آرتیکلی باید بهش بدم. در کانتکست شناس باید بهش the بدم. وقتی میگم give me the chocolate یعنی شکلات رو بده به من، دارم به یک شکلات خاص اشاره میکنم، یه شکلاتی که هم من هم مخاطبم میدونیم کدوم شکلات دقیقاً. اگر کانتکست من ناشناس باشه اون موقع هیچ آرتیکلی قبلش نمیذارم. Give me chocolate یعنی به من شکلات بده. منظورم به شکلات خاصی نیست، فقط دارم نوعش رو مشخص میکنم که شکلات باشه، حالا هر شکلاتی که بود. در کانتکست جنریک باز هم من هیچ آرتیکلی بهش نمیدم. Chocolate is delicious شکلات خوشمزه است، یعنی همه شکلات های توی دنیا خوشمزن، هر شکلاتی خوشمزه است. اینجا هم هیچ آرتیکلی نمیگیره. میریم سراغ اسم های خاص. گفتیم اسم خاص 99% مواقع کانتکست شناسه. چرا؟ چون اسم خاص داره به یه چیز مشخص و یگانه توی دنیا برمیگرده. مثلا وقتی میگم علی called، علی تماس گرفت، هم من هم مخاطبم میدونیم علی کیه. اسمهای خاص قبلشون در حالت کلی نیاز به هیچ دترمینری ندارن، اما همونطور که توی جلسه قبل هم براتون توضیح دادم بعضی از اسمهای خاص هستن که دترمینر میگیرن و دترمینری هم که میگیرن حرف تعریف د هست. همچنین گفتم که بعضی از اسمهای خاص هستن که میتونم اونا رو جمع ببندم، در حالت جمع به کار میرن. مثلا هیمالیاز، چرا؟ چون داره به چند تا کوه اشاره میکنه، یک رشته کوه هست، در حالت جمع به کار رفته. هیمالیاز یعنی رشته کوههای هیمالیا و همیشه قبلش د میگیره و اینها جزو استثناهایی هستن که گفتم توی یک ویدیوی جدا لیست استثناهای اسمهای خاص رو که با حرف تعریف به کار میرن براتون میارم. اما اسم خاص رو من در کانتکست ناشناس هم میتونم به کار ببرم. مثلا بگم an Ali called یه علی تماس گرفت. اینجا برای چه کانتکست من ناشناسه؟ مثلا ممکنه من علیه رو نمیشناختم، یه نفر تماس گرفته ناشناس بوده، گفته من اسمم علیه، من میرم به خواهرم میگم که یه علی تماس گرفت. یعنی چی؟ یعنی من علیه رو نمیشناختم، احتمالاً تو هم نمیشناسیش، دارم کانتکستش رو ناشناس به کار میبرم. یا مثلا میگم که یه دونه علی تو کلاسمون هست، مخاطب من احتمالاً نمیدونه دارم راجع به کدوم علی صحبت میکنم. میگم چی؟ There's an Ali in our class. There's an Ali in our class. یه دونه علی توی کلاس ما هست. مخاطب من اون علیه رو نمیشناسه. به خاطر همین کانتکستش رو ناشناس به کار بردم. اسامی خاص معمولاً در کانتکست جنریک به کار نمیرن. به خاطر همین هم من براتون هیچ مثالی اینجا نیاوردم. این جدول خلاصه از توضیحات این جلسه هست که میتونید از روش اسکرین شات بگیرید. نکته‌ای که داره اینه که اگر اسمم عام باشه، قابل شمارش باشه، مفرد باشه، همیشه من باید یه دترمینر قبلش بذارم. نکته بعدی این که این ضربه دری که اینجا زدم معنیش این بوده که معمولاً اتفاق نمیفته. این رنگ د رو با رنگ متفاوتی نوشتم، منظورم این بوده که اینا استثناءن. یه سری اسمهای خاص هستن که استثناءن حرف تعریف د میگیرن، مثل the Himalayas, the sun, the earth که توی جلسه قبل براتون توضیح دادم. اینجا رو دقت کنید، اسم عام قابل شمارش جمع مثلا apples، سیب ها، اگر بخواد کانتکستش ناشناس باشه من هیچ آرتیکلی نباید قبلش بذارم. یا اینکه other یعنی از دترمینرهای دیگه‌ای غیر از آرتیکل ها باید استفاده کنم. مثلا گفتم میتونم بگم some، give me some apples، تعدادی سیب به من بده. اما ان یا د نمیتونم قبل از اسم قابل شمارش جمع در کانتکست ناشناس به کار ببرم. نکته آخر این که اسم عام غیر قابل شمارش
باز هم من یا هیچی نباید براش به کار ببرم در کانتکست ناشناس و یا اینکه باید بیام از کلمات تعریف دیگه، دترمینرهای دیگه استفاده کنم. اما یه نکته‌ای داره، اونم اینه که شما توی زبان انگلیسی مثلا کافی به معنی قهوه یا میوزیک به معنی موسیقی، اینا گفتیم غیر قابل شمارشن، پس قاعدتا من نباید قبلشون ا یا ان بذارم. ا یا ان هیچ موقع قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار نمیره. اما استثناءً بعضی وقتا شما میشنوید که انگلیسی زبان ها میگن a coffee, a music. این خلاصه شده a cup of coffee بوده. A cup of coffee یعنی یک فنجان قهوه. A piece of music یک قطعه موسیقی که اون پیس و کاپ و اون حرف of حذف شده و خلاصه وار میگن چی؟ میگن a coffee یعنی یک فنجان قهوه. A music یعنی یک قطعه موسیقی که راجع به of phrase هم در ویدیوی قبلی که چطور قبل از اسمهای غیر قابل شمارش به کار میرن توضیح دادم. اینجا هم به یه سبک دیگه همون جدول صفحه قبل رو نوشتم برای کسایی که ممکنه جدول حفظ کردن براشون سخت باشه و خوندن این مدلی براشون راحت باشه. نکته مهمی که اینجا مطرح هست اینه که خیلی از افراد در تشخیص کانتکست شناس، ناشناس و جنریک مشکل دارن و آرتیکل ها و سایر دترمینر ها رو اشتباه به کار میبرن و فکر میکنن از گرامر یا بیدقتیه، در حالی که این مشکل هیچ ربطی به گرامر نداره، خیلی وقتها از بیدقتی هم نیست، بلکه نکات مربوط به درک کانتکست رو خیلی از زبان آموزها یاد نمیگیرن. مثلا یاد نگرفتن که موقع صحبت کردن در رابطه با شغل افراد باید از کانتکست ناشناس استفاده کنن. هنگام تعلق دادن یه چیزی به یک دسته برای اسم اون دسته بندی باید کانتکست ناشناس به کار ببرن و خیلی موارد این مدلی که در ویدیوی بعدی کامل نکات مهم مربوط به درک کانتکست رو براتون توضیح دادم. پس در ویدیوی بعدی با نکات مهم مربوط به درک کانتکست در خدمتتون هستم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. فعلا